باید داریم چند دسته هستن، خدا مدیریت زندگی اینا رو عهده‌دار شده. یکی کسی که بین الطلوعین بیدار باشه، آدمایی که بین الطلوعین بیدارن. خداوند متعال سیاست و مدیریت اقتصادی زندگی اینا رو به عهده میگیره، به شرطی که به عبادت بگذارن. نگه ما بگه این تکرار این سریال میذارن خیلی خوبه، هم بیدار میمونیم. حضرت یه بابی داریم تو ادعیه بین الطلوعین، آقا فرمودن این روایتی که براتون میگم اگر خواننده تعجب نکنه بگه دیگه اینجوری که نمیشه برای 4 تا کلمه گفتن، برای کسی که بعد از نماز صبحش یک بار بگه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، همچنین نگاه می‌کنم خدای این همه فضیلت برای همین تلفظ همین چند تا کلمه دنبال بهانه است. امام صادق علیه السلام فرمودن ما رموز وسط رزق رو بهتون آموزش میدیم. اومد خدمت حضرت گفت چند تا سوال ازتون پرسیدم، اگه جواب دادی من مسلمان میشم. اون کدوم ساعت تو شبانه روز که نه مال روز نه مال شبه؟ آقا فرمودن بین الطلوعین. گفت پس مال چیه؟ حضرت اون زمانی که از بهشت خدا برای اهل دنیا در نظر گرفته و ساعت تقسیم